هیچ جوانی نیست که به اقتصاد خود پیشرفت و عاید بیشتر فکر نکند، مخصوصا در شرایط فعلی جهان که رقابت‌های اقتصادی جدی در جریان است. خوشبختانه جوانان کشور زیبای ما افغانستان هم دست روی دست نگذاشته و در حال انجام فعالیت‌های هدفمند هستند. گفته‌های انگیزشی زیادی را شاید شما هم شنیده باشید، ولی افرادی موفق هستند که تنها به شنیدن این سخنان اکتفا نکنند و وارد عرصه عمل شوند که دنیای عمل با دنیای حرف بسیار فرق دارد. افرادی که در دنیای حرف گیر کرده‌اند سرمایه بزرگی به نام عمر و زمان را از دست می‌دهند، ولی افرادی که وارد عمل شدند گام‌های زیادی را از اهل حرف پیش هستند. خدا را شکر فرصت‌های کاری بسیار زیادی در کشور مهیا می باشد که وقتی با اهل صنعت و تولید وارد مشوره شوید و از آنها راهنمایی بخواهید، با آغوش باز کمک‌های خود را از شما دریغ نمی‌کنند. در این برنامه کارستان به دیدار مردی رفتیم که مشاوره‌های اقتصادی و صنعتی برای تعدادی از مردم ارائه کرده است و در مراحل مختلف شروع کار و حتی مراحل بعدی نیز با آنها بوده است و نقش حمایتی و تخصصی خود را به خوبی ایفا می‌کند. الحمدلله نتیجه کارها هم قناعت بخش بوده است. 3 سال قبل از امروز به این نظر و مفکوره شدیم که ما باید یک کاری داشته باشیم، یک کارخانه، یک تولیدی داشته باشیم. به خاطر این نظریه خود تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، تحقیقات خود ادامه دادیم. بالاخره به این نتیجه رسیدم که یک کارخانه را بندازیم. چون من خیلی سریع پروسه زحمت کشیدیم، خیلی با عذاب شدیم، در این فکر افتیدیم که چه قسم میتونیم که من خوی اینقدر تانستیم که زحمتش تحمل کنیم، یک کار را در بندازیم. برای هموطنان خود یک مرکز ایجاد کنیم که اونا بسیار با آسانی با سهولت بیایند، مطابق تقاضای خود، مطابق میل خود یک کارخانه خرد، کوچک، متوسط، بزرگ راه بندازن. جواز فعالیت گرفتیم. اینمیال در ایران و چین دفترها را خود فعال ساخته که در روزهای نزدیک انشاءالله، در وقتهای نزدیک، روزانه در ماهای نزدیک انشاءالله در ترکیه هم دفتر خود فعال میسازد که برای هموطنان خود کارخانه های تولیدی راه میندازن. بسیاری از هموطنان من هستند اینمیال در کشور که یک مقدار پول دارن، یا کم یا زیاد، ولی نمیفهمند که چی کنن، چی را بندازن. در افغانستان یک فرهنگ که ما هیچ خوشش ندارم وجود دارن که تقلید دیگه خیلی زیاد است. مردم اکثر وقت میبینن که یک نفر دیگه چی انجام داده که ما او را انجام بدیم، در کوشش نوآوری نیستن. یک ترس بیهوده در جامعه ما وجود دارد که مانع شدن که ما در صنعت خود پیشرفت داشته باشیم. ولی ما از طریق شما برای هموطنان خود میگیم افغانستان خیلی نیازمند صنعت است، خیلی نیازمند تولید است. اگر ما بگوییم که افغانستان ما میتونیم با همکاری دیگر بسازیم، نمیشه، چون تجربهش داریم. اگر ما و شما با صنعت خود، با تولید خود کشور خود را با پای خود استاد نکنیم، اقتصاد شخصا خود با پای استاد نکنیم، از خانواده را با پای خود استاد نکنیم، ما نمیتونیم که همیشه از دیگر را کمک بگیریم. من یو ماشین بکارم، یو ماشین یو سرمایه من کم و هغه موږ ته مشوره راکړه چې دا یو ماشین دی چې دا یک بار مصرف استرخان لپاره دی. تیار رولونه راځي دا بیا پیک کوي، پیک کېږي، پیک کېدلو لپاره دی. 3 نفر دې باندې پکارېږي، 3 نفر پکارېږي چې کار به دې باندې وکړي. او مارکیټینګ چې سره مارکیټران شي او 5-6 نفرانه پکارېږي ټول. یو هفته کې انشاءالله موږ پالو، یو هفته کې به انشاءالله دې باندې موږ کار شروع کړو، خیره کار ور باندې کوو، کار به اگر ما و شما متوجه شویم اینمیاره در صنعت ما بخشای مسلکی اکثریتشان مردم خارجی هستند. در ماشینری مثلا پاکستان، از کشور پاکستان میان، از کشور ایران میان، از جای مختلف دیگه. در بار اول که ما یک کارخانه تولید پلاستیک را مینداختم، انجینرهای ایرانی را آوردم که مثلا تمامی مصارف، تیکت طیاره و ایجاب و باش همیشه برداشت کردیم. ولله الحمد فی الحال که ما شما صحبت میکنیم، ما در چند بخشش آدمای مسلکی داریم و نیاز به این نیستن که از ایران یا از پاکستان یا از ترکیه یا از چین کسی را بخوایم او را راه اندازی بکنن. مگم که یک چیزی نو یک ایدئای نو وجود میآیند، برای ناگزیر آهسته آهسته او خلا را انشالله پر میکنیم. هر هموطن ما
اگر در هر بخش تولید در افغانستان سرمایه گذاری میکنه ما برشان اطمینان میتیم که آزادانه با اطمینان سرمایه گذاری کنن. یک دوست ما از بغلان آمده بودن، برای من گفتن که ما میخواهیم که دستگاه تولید پلاستیک باب ضروب پلاستیکی داشته باشیم. ولی تو ای برای ما بگو که چند کارخانه در افغانستان هست اینطور نشود که ما سرمایه گذاری کنیم و سبا در اینجا امکاناتش نباشن یا تاوان کنن. من برش گفتم که با اساس ارقام وزارت مالیه از 1 ماه 1.5 ماه پیش در بخش تولید پلاستیک افغانستان 27% خودکفا است. چقدر کارخانه دیگه نیاز دارین که در بخش پلاستیک باید تولیدات خودش شروع کنن؟ قسمی که قبلا صحبت کردیم گفتم که یکی از دوستا هستند که برایشان خط کامل تولید پلاستیک برایشان راه انداختیم، وسایل و ماشینالاتش آمده. از جمله این دستگاهی که شما میبینین این دستگاه گرانول است. دستگاهی هستند که از ضایعات پلاستیک بازار این میایه در این دستگاه کندور داخل میشه، مایده میشون، آسیابش میکنن. با چیزای نرم اینمی دستگاه هستند، ولی چیزای سختش که از وجه دیگه دستگاه معرفی میکنیم. از این که پروسس میشه پس میایه در این ماشین، در این باز پروسس میشه، بعد از پروسسش این باز مواد اولیه تبدیل میکنن. این جنس میارم با مواد اولیه، یعنی ما خود ما میتونیم که مواد اولیه را تولید بکنیم و ازش پلاستیک بسازیم. تا 6-7 روز دیگه بخیر ان شاء الله اینستالیشنش صورت میگیره، بعدش بخیر فعالیت شروع میکنن. میریم آهسته آهسته دیگه دستگاه رو معرفی میکنیم. قسمی که قبلا گفتم اینمی دستگاهی هستند که آسیاب است، اما بازیافت های بازار که هستند یک تعدادش هست نرم است، یک تعدادش هست سخت هستند. چیزای سخت همراه ای باز چیز میشن، آسیاب میشن، بعدش میرن با دستگاه دیگه. حتما اجناسی هستند که در خارج از کشور ما تولید می شوند که کشور و مردم ما از آنها استفاده می کنند و فعلا افغانستان آنها را وارد می کند. ولی تعدادی از جوانان کشور به این فکر نیستند که جنس تولید شده را به کشور وارد نمایند، بلکه ماشینالات و خط تولیدی نجراس را به افغانستان انتقال می دهند که این کار باعث رشد صنعتی افغانستان و زمینه سازی کار برای بسیاری از هموطنان خواهد شد. در حقیقت ما با وارد کردن این ماشینالات و خطوط تولید علم صنعتی صنایع مختلف را به کشور وارد می سازیم و از واردات اجناس خارجی مشابه در داخل کشور جلوگیری می شود و حتی بعد از رسیدگی به تقاضای بازار داخل کشور و تکمیل کردن آن اقداماتی را می توانیم در قسمت صادرات نیز انجام بدهیم. با باور ما وارد ساختن ماشینالات صنعتی به کشور از جای جهان ممکن است و در زمینه مشکل محسوس نمی باشد. با ظرفیت‌های تولیدی و توانمندی‌هایی که جوانان کشور در زمینه‌های صنعتی دارند، انشاءالله روزی شاهد ساخت همان دستگاه‌ها، ماشینالات صنعتی و خطوط کامل تولید در کشور خودمان باشیم و حتی با تلاش متخصصین وطن خودمان می توانیم در این بخش‌ها نوآوری‌های خوبی هم داشته باشیم. ما باید به کشور صادراتی بالاخره تبدیل شویم. از این مهم نیستن که ما نیازهای خود برآورده بسازیم، بالاتر باید ما کار کنیم. در بخش تولید هیچ کس باید هیچ تشویشی نداشته باشن که اینطور نشود که مثلا ما نمیتونیم که کارخانه دیگه باشن ما در اونجا فعالیت کنیم. در جریان 2 سال تا به این حال که همراه شما صحبت داریم 6 کارخانه که فعالیت دارن ما سر راه انداختیم، از 0 تا 100 راه انداختیم برای تولید یک هموطن، تحویل یک هموطن خود کردیم و اینمی خوش و خوشحال کار میکنن. 5 هموطن ما دیگه همراهشان کار میکنن و از کار خود خیلی راضی هم هستن. یک چیز باید فراموش نکنیم که اسباب و وسایل تهیه میشن، یک کارخانه تولیدی راه انداخته میشود، ولی این مربوط به زحمت ما و شماست. چقدر برای نمی امکاناتی که برای ما مهیا شده زحمت میکشیم، چقدر برایشان کار میکنیم. هر چقدر زحمت بکشیم همین قدر ثمره خوب میبینیم انشالله. و برای دوستایی که پروسه را پیش بردیم از ما راضی هستن،
اینمی برای ما کلان گپ است. ما در چند بخش اینمی برای هموطنان ما که کارایشان شروع کردن. یکی در بخش مطبوع هستن، چاپ، بخش چاپ و مطبوع را برشان راه انداختیم از 0 تا 100. مثلا که او بتانه یک کاغذ سفید که داخل کارخانهشان میشن، از کارخانهش که بیرون میشه یک کتاب، اخبار، مجله، یک چیزی که مثلا تقاضای مشتری باشن او میتونن که برشان مهیا بسازن. قسمی که قبلا امرای شما صحبت کردیم، یک از دستاوردهای از راه اندازی مطبوعه هستند که تانسته برای دوستای خود که دوستای ما هستند برایشان فابریکه تولید یا مطبوعه را انداختیم. اونها الحمدلله فی الحال 12-13 نفر کارگر دارند و فعالیتشان از فعالیت خیلی خوشحال هم هستند. قبلا می دوستا در دیگه کشورها با حساب به مزدوری کار میکردن. اینمی علی صاحب کارخانه خود هستند و صاحب کار خود هستند که از کارهای خود راضی هستند که بخش ماشین، این بخش ماشین چاپ هستند، این بخش مربوط چاپش میشن، این بخش فولدش هستند که فولد میکنه، اون طرفش که هست باز بخش گم هستند که باز میتونن که گم بکنن، کتاب سرش بزنن و یک خط تولید کامل است در بخش چاپ. یعنی یک خلاصه به این که اونها الحمدلله یک خط تولید کامل دارن و نیاز به این ندارن که مثلا جای دیگه برن. دا چاپ ماشینونه لرو مطبوعه ده نو یو نیم کال کېږي موږ د فعالیت چې کار مو شروع کړی دی. ډېره زیاته مننه کوو چې موږ ته یې کاري فرصت برابر کړی. دلته تقریبا شاوخوا 14 نفر کاریګر لرو په کار باندې بوخت دي. دلته د چاپ بکس کې 2 ماشینونه لرو. یو ماشین د فولډ دی، ورسره د ګم ماشین لرو، لمینیشن ماشین دی ورسره. دغه ماشینونه دي چې موږ کار ورباندې کوو. الحمدلله بخیر راځي. ما د بهرنیو کارونو نه دلته موږ ته فرصت برابر شوی، د بهرنیو کارونو نه خلاص شوي چې مجبور نه یو چې بهر هېوادو ته لاړ شو. دلته الحمدلله کاري فرصت موږ ته برابر دی. 14 نفر شاوخوا کار کوي دلته، کاریګر راسره دي. زنده باشید. در بخش اول ما بر و میگن که شما چه علاقه دارین، چی میخواین. مثلا هر شخص در زندگی خود یک فلان یک ارزوی دارن که برشان یا ناممکن معلوم میشود یا هیچ نمیفهمن که در این مورد چی کنن. اول اما چیزی که علاقمندی داشته داره ازش پرسان میکنیم. از او که پرسان میکنیم ما باز در بخشی که او علاقمندی دارن برای ما توضیح میتن، ما برشان جزئیات میتیم. به اصطلاح ما یک پروپوزال همراهشان شریک میسازیم که این بخشی که تو میخوای با این اساس مطابق پروپوزال تا با اینجا میرسی. یک بیزنس پلان رو برشان چیز میکنیم، طراحی میکنیم، همراهشان شریک میسازیم. اگر امون نظریه و مفکوره که دارن معقول بود، بجا بود، کارآمد بودن، برش کار میکنیم، سرش کار میکنیم، پیش میریم. اگر یک دوستای مثلا که هیچ چیز نمیفهمن که از ما میخواین که چی بکنیم، بر او مطابق سرمایه گذاری خود، مطابق بازار، چیزی که تقاضای بازار است، ما از یک گرفته تا 10 تا 12 تا 20 آپشن برشان میدیم که تو میتونی که در اینمی سطح حتی این کارا را انجام بدی. او باز میتونن که سرشان فکر کنن، غور کنن، مشوره کنن، امرای فامیلی خود، امرای دوستای خود مشوره کنن. بعد از مشوره و بررسی اگر توافقش میاد پس برای ما مراجعه میکنه. یک بخش برای ما تعیین میکنه که مثلا در این بخش ما میخوایم که فعالیت داشته باشیم. ولی یک چیزی مهمی که ما براتون میگم، متاسفانه کارها را، تولیدات را اینقدر بزرگ برای ما جلوه دادن که ما حتی تصورش هم نمیکنیم. این یک گفتم که مازی فرهنگ ناراضی است. ما شما میتونیم که از صفر شروع کنیم. یگان مردم میگه که از صفر شروع چی است؟ از صفر شروع اینمی هست که یک دوست میایه به 1,00,000 افغانی، با 100,000 افغانی میتونن که یک بخش شروع کنن. مثلا یک 4-5 روز پیش
یک دوست برای من آمدن گفتن که ما چی کنیم. 1,20,000 بخیالم برای ما گفتن که پول دارم، برای ما چی کار میتونیم. پیشنهاد ما با او یک دستگاه خیلی کوچک بود، یک دستگاه خیلی کوچک که او میتونه با این دستگاه چاپ پلاستیک بزنن. با یک 500-600 دلار یک دستگاه را میخرن. دیگه مواد خامش میخرن، از دواخانه گرفته، از هتل گرفته، از رستوران ها، همه جای میرن با لوگو، با مارک و با آدرس و همه چیزی و برشان خلطه را چاپ میکنن، پس سرشان میپروشن. میتونن که در بخش مارکتینگ یک نفر داشته باشه، مثلا در بخش پروشات داشته باشن. اینو از صفر شروع همی هست دیگه. یک نفر که 80,000 و 50,000 یک چیزی را از خود داشته باشن، تولید داشته باشن، از این به نظر ما بهتر چیزی نیستن. یعنی این تو یک احساسی کردیم که ما نمیتونیم بگوییم که چقدر ما خوش بودیم که آدم راضی شد و ما اشتکای شاید بغلش خیلی خوش شدیم. یک احساس عجیب و غریبی داریم در اون مرحله. خب از اینجا که پیش بیایم، این وسایلات را که شما میبینید این تمامش وسایل تولید است. این دستگاه تولید یا به اصطلاح عام ما شما چیز میگیم توپ میگیم. این دستگاه تولید است. از امو گرانول که مواد بیرون میشن بعدش میآید این دستگاه. این دستگاه تولید جنس تولید میکنن. جنس که تولید کرده این مجموع 2 دستگاه تولید ما داریم که اینجا طبعا هنوز راه اندازی نشده که راه اندازی شو بخیر بعد اگه وقت داشتین باز بیاین ان شاء الله تولیدش هم میبینین. این همش وسایل دستگاه تولید هستند. اصلا یک چیزی که ما شما خریداری دستگاه است، یک چیز تهیه مواد اولیه است. مواد اولیه بار میشن، ولی دستگاه ما شما یک دفعه میخریم. اصلا ما نمیخواهیم که یک دستگاه را به افغانستان وارد شود که او کارایی نباشه. چیزی به کیفیت نمیخواهیم که در اینجا بیاین. اگر مشتری از ما بخوایم ما نمیخواهیم که برشان بیاریم. این دستگاهی هستن که شاید اینمیال در افغانستان من مطمئن نیستیم که از این دستگاه تا به حال در اینجا آماده باشه و پیش کسی باشه. در قدم سوم بعد از اینکه پروسه صورت بگیرن اینمی دستگاه وقتی که از تولید خلاص میشن رول‌های کلان جور میکنن، از تولید خلاص شو باز میای به این دستگاه. این دستگاه وظیفه‌اش است که جنس دوخت میکنن، میدوزن. این دستگاه هستند دستگاه 2 طبقه دوخت ایرانی هستند. بهترین دستگاه است در معاصر خود، در زمان خود. اینمی دستگاه که هستند اینمی علی در بازار از این که جنس عالی و بهتر و مناسب نیستند. تمام سیستمش که هست کامپیوتری هست، همه چیزش با کامپیوتری عیار میشن، سایز و کامپیوتری برشان تعیین میکنن. قبلا من انجینرهای ایرانی را میآوردم و فی الحال الحمدلله ما خودمان انجینرهای دارم، مردم داریم که مخصوصا در اینجا ترینینگ شده و این کارا را انجام میتن. خود افغانی های ما شما هستن. ما چند ماه پیش همراه یک منیجر علی بابا چیز میکردیم، صحبت میکردیم. گفته خودت، ما هم گفتم چون خودم معرفی کردیم، پروفایل خودم همراهشان شریک ساختیم که مایده بخش فعالیت میکنیم. باز او گفت که چند سایه که شما دارین علی بابا نداره. ما گفتم چطور؟ گفت که افغانستان با همه چیز نیاز داره، با همه چیزی که ما و شما در دنیا میبینیم در افغانستان نیاز است. شما میتونین، شما پیش برین. در قدم اول باید ما همه هموطنان خود بگوییم
این یک پیغام ماست. افغانستان این نمی مصاحبه و این ساعت در بین ما و شما و بیننده هایتان یادگار باشه. افغانستان در حالت انقلاب صنعتی است. در قدم اول یک انسان که میخواه که به آرزوی خود برسه، هدف تعیین شود. هدف که مشخص ساختی، بعدش برای هدف خود پلان بساز که از کدام راه و از کدام طریق میتونیم به این هدف خود برسیم. یعنی اینقدر تلاش نیاز است که ما در زندگی خود اینطور وقتیم داریم که مثلا 3 وقت نان نخوردیم. هدف معلوم بود، پلان برش تهیه ساخته بودیم، برای پلان خود کار میکرد. اما پلانی که تهیه کردی هیچ متخستگی ناپذیر به اصطلاح، ما اون پلان تا تطبیق کن. خیلی پشت این نگرد که این موانع وجود داره، این موانع را نبین. چیزی که مثلا پلان داری با پلانت پیش برو. موانعی که وجود میاره بردار از راهت، پیش برو. هیچ عقب سعی نکن. مشکلاتم میایه، مثلا بی پولی میایه، وقتم سرطان دق میایه، همه مشکلات میایه. اگر این مشکلات توجهی داشته باشیم ما هیچ چیزی کردن نمیتونیم. در ضمنش توکل به الله باشه، چون ما و شما مسلمان هستیم لله الحمد. نو انشالله هیچ مشکلی نیستن. یک چیزی که ما و شما از دیگر دنیا امتیاز داریم مسلمانا، این توکل است. توکل به الله است. این توکل امرای ما و شما خیلی کار میکنه. ما تجربه شخصی خود داریم. از الله که توکل داشته باشیم، با الله که توکل داشته باشیم، انشالله این کار به ثمر نمیمانه. ولی یک موضوع را که میخواستیم که یادآور شویم و این است که متاسفانه در جامعه ما و شما همه ما ابعاد منفی قضیه را میبینیم. همیشه کوشش میکنیم، مثلا یک دوستی من میاین میخواه که یک کارخانه را بندازن، ایش نمیبینن که چقدر آیندهش خوب میسازن. مطلق تمرکزش سر خطراتش است، سر ناکامیش است. هر کار خرد و بزرگ ریسک داره. ریسکش باید قبول کنیم، خطرش باید قبول کنیم. از این خط تقریبا تکمیل هست. یک موتر ما در غزنی است، در میجایه است، انشالله که 2 روز شاید برسن که مربوط اینمی خط تولید یگان جنس هایش مانده. او میرسه بعد از اینکه او دخت صورت گرفتن. این دستگاه پانچ است، اینمی را که شما میبینین. وظیفه این دستگاه باز هستن که چیز میزنن، دسته میزنن. خلطه‌های بازار که ما شما داریم او دسته میزنن. درا که هستن یک دستگاه چاپ ما هستن، یک دستگاه دوخت اینمی دستگاه دیگه دستگاه هستن که وظیفهش متفاوت است. او هم در راه هستن، انشالله که ان قریب میرسن. وقتی که از کمپانی ما جنس میخریم و شماره میزنن، یکی شماره میزنن باز چک لیست هم امرایشان میدن. مطابق این چک لیست من تسلیم میشیم، به ترانسپورت تسلیم میکنین. ترانسپورت هم مطابق امول است که یک نقلش پیش خودش است، اینجا برای ما تسلیم میکنه. او انشالله از اون نگاه هیچ مشکلی نداریم، منظم است. پلان از این قرار است که در قدم اول در هر زون 5 تا 6 تا از اینمی دستگاه تولید ما باید داشته باشیم در 4 زون افغانستان. اما تا آهسته انشالله پیش میریم. برای صنعت افغانستان کار میکنیم تا استوانه که ما داشته باشیم. مسیر پیشرفت در این دنیا برای هیچ کس بسته نیست و ما هم می توانیم خودمان را در جمله کشورهای توسعه یافته و درجه 1 اقتصادی قرار بدهیم. تنها چیزی که لازم است اراده و انگیزه و تلاش همگانی می باشد. البته کمک های خداوند مهربان را هم باید با نیت صادقانه و بندگی خوب طلب نماییم و ایمان و توکل به خداوند مهربان را فراموش نکنیم. عزت نفس خود را تقویت کنیم و از تمام توانمندی های مردم کشور در رشد و توسعه اقتصادی استفاده کنیم تا انشالله روزی شاهد شکست فقر در کشور باشیم و همگی به استقلالیت مالی مناسب دست پیدا کنیم. به امید افغانستان آباد با اقتصاد قوی و مردمان شاد و به دور از فقر.